سال بی‌تابستان عنوانی است که به سال 1816 میلادی گفته می شود. در این سال به دنبال انفجار کوه آتشفشان تامبورا در اندونزی و وارد شدن مقادیر عظیمی از گازهای غیرعادی به جو زمین، نوسان‌های شدیدی در آب و هوای جهان رخ داد که در تاریخ کم نظیر است و دمای هوا در سراسر جهان کاهش یافت. در این سال سرمای شدیدی در سراسر زمین حاکم شد که موجبات قحطی و کشتار مردم آن نواحی را فراهم آورد. به همین سبب این سال را سال بی‌تابستان نامیدند. در سال 1815 در جزیره سامباوا کشور اندونزی در کوه آتشفشانی به نام تامبورا انفجاری بزرگ روی داد که بر اثر آن حدود 100,000 نفر از مردم آن منطقه کشته شدند. این بزرگترین انفجار آتشفشانی در 10,000 سال گذشته بود که شدت این انفجار معادل انفجار 60,000 بمب هسته‌ای بود.